میخوایم ببینیم صفویه چطور شکل گرفت، اما این بار قصه ازدواج، نه شمشیر. فکرشو بکنین، یه ازدواج اگه اتفاق نمیافتاد، شاید اصلا شاه اسماعیلی وجود نداشت. ما همیشه فکر میکنیم همه چی با جنگ و قزلباش بوده، ولی داستان اصلی شبکه‌های خانوادگیه. این امپراتوری روی 3 حلقه قدرت ساخته شد، 3 پیوند خانوادگی کلیدی. بریم ببینیم چی بودن. ستون اول ارتباط با تیموریان. صفوی‌ها برای مشروعیت باید به یه قدرت بزرگ وصل می‌شدن. خب این ازدواج‌ها چی بهشون داد؟ اعتبار معنوی و سیاسی. یه جورایی اونا رو وارد بازی بزرگ کرد. اگه این وصل نبود، صفوی‌ها شاید همون گروه محلی تو اردبیل باقی میموندن. و اما ستون دوم، ازدواجی که یه پادشاه ساخت، وصلت شیخ جنید با خدیجه بیگم از آقیونلوها. این وصلت فقط سیاسی نبود، هم به قدرت روز وصل شدن و هم حمایت نظامی و قبیله‌ای پیدا کردن. یعنی میشه گفت سلسله صفوی واقعاً از دل یه اقدام سیاسی هوشمندانه به دنیا اومد. و خب نتیجه این ازدواج کسی نبود جز شاه اسماعیل، به همین سادگی. و ستون سوم یه ارتش از خویشاوندان. قزلباشا فقط سرباز نبودن، یه شبکه بزرگ خانوادگی بودن. قبایلی مثل شاملو و استاژولو با ازدواج به صفوی‌ها وصل شدن و این یعنی وفاداری مطلق. واسه همینه که تبریز باید پایتخت میشد، چون مرکز قدرت همین خانواده ها و قبایل بود. خب حالا همه اینا رو بذاریم کنار هم. این شبکه ازدواج‌ها واقعاً چه معنایی داره؟ منطقش خیلی روشنه. هر کدوم از این ازدواج‌ها رو که حذف کنی، کل داستان تاریخ عوض میشه. پس در نهایت این امپراتوری رو نه زور شمشیر بلکه پیمانهای خانوادگی ساخت. و این سوال باقی میمونه، شاه اسماعیل نتیجه یه پیشگویی الهی بود یا یه ازدواج سیاسی هوشمندانه؟ من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسینیز